در ارتفاع 18 کیلومتری از سطح زمین، جایی که اکسیژن کم است و دما به -57 درجه میرسد، یک شبح حرکت میکند. نه روی رادارها دیده میشود، نه صدایی از آن به گوش میرسد. این F-22 رپتور است، پیشرفته ترین جنگنده هوابرد جهان که قوانین نبرد هوایی را برای همیشه بازنویسی کرد. داستان از رقابت برنامه جنگنده تاکتیکی پیشرفته ATF آغاز شد. نیروی هوایی آمریکا به جنگنده‌ای نیاز داشت که بتواند در برابر جنگنده‌های نسل 4 شوروی مانند سوخو 27 برتری مطلق داشته باشد. در سال 1991 طرح شرکت لاکهید مارتین برنده شد و YF-22 متولد گردید. اما ویژگی‌های انقلابی آن چه بود؟ پنهانکاری مطلق، سطح مقطع راداری معادل یک حباب در فضا، پیشرانه فوق پیشرفته، از موتورهایی با توانایی پرتاب عمودی استفاده می‌کرد و ابر چابکی می‌تواند در زاویه‌های حمله غیرممکن مانور دهد. بیایید به قلب این پرنده مرموز نگاه کنید. 1. پنهانکاری، بدنه از مواد جاذبه رادار، لبه‌های موازی برای انحراف امواج و مخازن داخلی تسهیلات. 2. سامانه یکپارچه، رادار APG-77 با آرایه فازی فعال که همزمان 20 هدف را ردیابی و 6 هدف را درگیر می‌کند. 3. کابین خلبان، نمایشگرهای چند منظوره، کلاه هدفگیری با قابلیت قفل کردن هدف تنها با نگاه خلبان. 4. موتور، قدرت سوپر کروز، پرواز با سرعت 1.8 ماخ بدون استفاده از پس سوز. با وجود همه پیشرفت‌ها، F-22 مشکلاتی هم داشت. هزینه سرسام‌آور، $150 میلیون برای هر فروند بدون هزینه تحقیق و توسعه. مشکلات اکسیژن، در سال 2010 مشکلی در سیستم اکسیژن باعث زمینگیری ناوگان شد. محدودیت صادرات، کنگره آمریکا هرگز اجازه صادرات آن را نداد، حتی به نزدیکترین متحدان. تولید متوقف شده آن، تنها 195 فروند از آن ساخته شده و 187 فروند از آن عملیاتی هست، در حالی که برنامه اولیه 750 فروند بود. امروز F-22 در حال جایگزینی با F-35 است. اما میراث آن چیست؟ اثبات کرد که برتری هوایی مطلق ممکن است. تبدیل به نماد تکنولوژی نظامی غیر قابل دسترس. یک خلبان F-22 گفته پرواز با رپتور مانند این است که خودت بخشی از رادار باشی. دشمن تنها زمانی تو را می‌بیند که دیگر برای فرار دیر شده باشد. نتیجه F-22 نه فقط یک جنگنده که یک بیانیه تکنولوژی بود، پیامی به جهان که گاهی علم مرزهای ممکن را جابجا می‌کند. خب بچه‌ها، اینم از ویدیوی امروز. خوشحال میشم که اگه خوشتون اومده ویدیو رو لایک کنید و کانالمون رو سابسکرایب کنید. خدا نگهدار.